سلام مجدد عرض میکنم خدمت تک تک دوستان در جلسه 4 آموزش بهینه‌سازی وبسایت در موتورهای جستجو در آکادمی آیتی در خدمت شما هستم. خب امروز میخوایم راجع به تاریخچه SEO صحبت بکنیم و ببینیم که کلاً SEO از کجا به وجود اومده، از چه سالی، چه اتفاقاتی افتاده تا امروز که ما میخوایم یک متخصص SEO بشیم چه اتفاقاتی افتاده. در سال 1994 اولین خزنده یا همون کرولر به وجود اومد. اسمش هم وب کرولر بود. خزنده قطعه کدیه که میتونه بیاد و کل محتویات صفحه یک وبسایت رو بخونه. خب ما برای اینکه بخوایم وبسایت ها رو مرتب کنیم بر اساس الگوریتم های خاصی احتیاج داریم که اول دیتاهای اونها رو اوکی بکنیم و بتونیم اون دیتاها رو بخونیم تا بعد بر اساس اون دیتاها و الگوریتم هایی که وجود داره یک ترتیبی رو در نظر بگیریم. تو همین سال وبسایت یاهو به وجود اومد به عنوان یک پروژه دانشجویی و تا سال 1997 تقریبا تمام سرچ انجین هایی که به وجود اومدند از همین وب کرولر استفاده می‌کردند، از همین خزنده استفاده می‌کردند و کسی اقدام به ایجاد خزنده جدیدی یا کرولر جدیدی در واقع نکرده. تو سال 1997 گوگل به وجود اومد و اولین الگوریتمش که همون پیج رنک بود. پیج رنک بر حسب تعداد لینک هایی که به یک صفحه وبسایت داده میشد اونها رو مرتب میکرد. خب هنوز هم پیج رنک وجود داره، آپدیت نمیشه اما وجود داره به عنوان یک میزان برای رتبه بندی وبسایت ها، اما خیلی تفاوت داره نسبت به اون زمان. اون زمان فقط بر اساس تعداد لینک ها وبسایت ها رو مرتب میکرد و میگفت که چه وبسایتی از اهمیت در واقع بیشتری برخورداره. سال 2002 گوگل 2 تا آیتم رو اضافه کرد. اولین گزینه که جنبه درآمدی داشت ادوردز بود. شما اگر دقت کرده باشین توی یک صفحه وبسایت زمانی که کلمه ای رو سرچ میکنین تعدادی از ریزالت ها و بازخورد ها به صورت تبلیغ. اگه اجازه بدیم بریم این تبلیغات رو ببینیم تا بیشتر براتون توضیح بدم. برید به طور مثال من توی گوگل میام و کلمه طراحی سایت رو سرچ میکنم. خب یک سری از این نتایجی که داره من نشون میده نتایجی هستن که ادورد هستن. میبینید که بغلشون یه ایدی رو نوشته، یعنی این وبسایت هایی که ایدی دارن کنارشون بالا پایین ممکنه تو صفحات دوم و سوم هم وجود داشته باشن. این در واقع وبسایت ها برای اینکه اینجا نمایش داده بشن به گوگل پول دادن، یعنی گوگل هزینه ای رو میگیره که اینها رو اینجا نمایش بده و تا زمانی که روشون هم کلیک نشه از اون هزینه ای که به گوگل دادن کم نمیشه چیزی، یعنی حتما باید کلیک بشه. به این میگن ادوردز که در واقع تو سال 2002 گوگل اون رو معرفی کرد و تقریبا میشه گفت اصلی ترین منبع درآمد گوگل هم همین هست. بنا به در واقع صفحه نمایش نگاه کنید تو صفحه اول حتی اینها هم قیمتاشون نسبت به هم دیگه در واقع متفاوته. کدومو بالا نشون بده، کدومو پایین نشون بده، کدومو تو صفحه اول نشون بده، تو صفحه سوم نشون بده. تمام اینها بالغش متفاوته به ازای هر کلیک. همطور هم که میبینید کنارش نوشته AD. تا زمانی که اینها پول بدن به گوگل اینجا قرار میگیرن، زمانی که پول ندن از اینجا حذف خواهند شد. اما وبسایت هایی که AD ندارن، میبینید این وبسایت ها که ادز نیستن اصطلاحاً، این وبسایت ها هر اتفاقی هم بیفته مگر اینکه سایتشون از لحاظ SEO افت بکنه همینجا هستن و لینکشون تغییر نخواهد کرد. گزینه دیگه که گوگل در سال 2002 اون رو معرفی کرد گوگل بوم بود. توی گوگل بوم به این روش کار انجام میشد که تعداد زیادی وبسایت می آمدن و روی کلمه خاصی لینک میدادن به یک وبسایت. خب میشد برای مقاصد مختلف ازش استفاده کرد. هنوز هم تا حدودی ازش استفاده میشه، البته اگر صحیح استفاده بشه نوعی از لینک بیلدینگه، ولی اگر اشتباه استفاده بشه مصداق بارز در واقع بلک هت SEO هست که متاسفانه انجام میشه. و یه مقداری گوگل الگوریتم هاش رو هم در رابطه با گوگل بوم تغییر داد و حالا میایم جلوتر راجع به الگوریتم گوگل پنگوئن صحبت میکنیم و اونجا چیزی که نوشته شده الگوریتمی که مقابله بکنه با حجم این تعداد لینکی که کاملا هم نامرتبط هست. توی سال 2005
یکی از مهمترین ابزارها رو گوگل معرفی کرد تحت عنوان گوگل آنالیتیکس برای آنالیز وبسایت. ببینید شما برای آنالیز رفتار کاربرایی که میان توی یک وبسایت هیچ ابزاری رو نداشتیم تو سالیان قبل. یعنی که من ببینم کاربرم چقدر میمونه، چه تعداد لینکی رو کلیک میکنه، از چه صفحه به چه صفحه میره، روی چه لینکی کلیک کرده اومده، کلا توی اینترنت چه صفحات وبسایت به من لینک دادن و الی آخر. هیچ ابزاری وجود نداشت. همین الان به صورت آنلاین چه تعداد کاربر وجود دارن، هر کدوم از چه منطقه جغرافیایی دنیا دارن به وبسایت من وارد میشن، از چه مسیری اومدن، قبلا وبسایت منو دیده بودن یا ندیده بودن. کلی آمار به شما میده گوگل آنالیتیکس که راجبش صحبت خواهم کرد و با بخش‌های مختلفش آشنا خواهید شد. کاملا میبینید که یک ابزار بسیار بسیار حرفه‌ایه و میتونه توی سئو وبسایت خیلی کمک شما بکنه. تو سال 2006 مفهوم سایت مپ به وجود اومد. نقشه سایت، ما باید یک نقشه سایت رو ایجاد بکنیم که اون رو به موتور جستجو بدیم، به کرولرها و ربات‌های گوگل بدیم اصطلاحاً، و بر اساس اون نقشه سایت بتونن تمام صفحات وبسایت ما رو با کمترین دردسر و مشکل بتونن ببینن و تا جایی که امکان داره اون صفحات رو اگر استاندارد باشن ایندکس بکنن. راجع به سایت مپ هم توضیح خواهیم داد حتما. تو سال 2008 گوگل ساجست به وجود اومد. گوگل ساجست به این صورتی که اگر شما ابتدای یک کلمه رو بزنید، گوگل بر اساس تعداد سرچ های زیادی که انجام شده به شما یک سری کلمه پیشنهاد میده. بریم این رو ببینیم. ببینید مثلا من میزنم اینجا طراحی، ببینید طراحی سایت، طراحی ناخن، طراحی لوگو. این کلماتی هست که به ترتیب بیشترین سرچ رو دارن. طراحی سایت از طراحی ناخن از طراحی لوگو تعداد سرچشون بیشتره. به این میگن گوگل ساجست که خب خیلی پیشرفته تر از این هست. من راجبش توضیح خواهم داد براتون، در ادامه راجبش بهش میرسیم و دقیق تر بررسیش میکنیم. خب سال 2009 هم گوگل کافئین به وجود اومد که باعث شد که عمر دامنه مهم باشه توی نتایج جستجو. از اون به بعد یکی از پارامترهایی که حائز اهمیت شد، حالا توی این تمام مواردی که من میگم بعضی از اینها اهمیتشون بسیار زیاده، بعضیشون اهمیتشون خیلی زیاد نیست. میرسیم راجع به تمامش رو صحبت میکنیم. گوگل کافئین عمر دامین رو توی نتایج جستجو تاثیر داد. سال 2011 الگوریتم گوگل پاندا اومد. خب این الگوریتم می اومد با وبسایت هایی که سطح کیفی پایینی داشتن اما تو نتایج جستجو بالا قرار می گرفتن برخورد میکرد. اونها رو شوت میکرد توی نتایج جستجوی صفحات دیگه، پنجم ششم اینها. همین باعث شد که وبسایت هایی که بالا بودن بیان و حالا به صورت حرفه‌ای روی محتواشون و در واقع کانتنتشون کار بکنن تا اینکه وبسایتی باشن که علاوه بر این که از لحاظ سئو بالا هستن، از لحاظ محتوا هم بالا باشه. تو سال 2012 گوگل پنگوئن اومد که باعث شد خیلی از وبسایت هایی که سئو شده بودن و توی نتایج اول جستجو بودن افت شدیدی بکنن و در واقع به صفحات پنجم و ششم و شاید دهم هم انتقال پیدا بکنن. این الگوریتم بیشتر با در واقع لینک های بی‌کیفیتی برخورد میکرد که از سایت های دیگه به در واقع وبسایت اصلی داده میشه. یعنی میرفتن یک زمانی یه عالمه لینک میخریدن که اون لینک ها هم اصلا به کیفیتش کاری نداشتن، فقط لینک رو خریداری میکردن و چون تعدادش زیاد بود خب تو سئو تاثیر داشت تا قبل از پنگوئن. زمانی که پنگوئن اومد دید وبسایت هایی با این موارد، با در واقع بلک هت سئو ها بعدی نتایج جستجو انتقال میداد که در واقع مفهوم پنالتی و سندباکس هم از خود در واقع الگوریتم پنگوئن به بعد به وجود اومد و دیگه باش آشنا خواهیم شد و میبینیم که چه اتفاقاتی میفته که بعضی از وبسایت ها پنالتی میشن، توی 10 تا صفحه اول نتایج جستجو نمیان و سالیان سال هم ممکن این اتفاق طول بکشه و چه کارهایی رو ما نباید بکنیم، چه ریسک هایی رو نباید انجام بدیم که یک زمانی وبسایت خودمون یا وبسایتی رو که داریم روش سئو میکنیم این اتفاق براش نیفت. خب این هم یک تاریخچه کلی در ارتباط با سئو. امیدوارم که یه مقداری بک‌گراند ذهنی پیدا کرده باشین، بدونین چه اتفاقاتی تو این سالها افتاده از سال 94 تا همین الان که 2016 هستیم. خب بعد از 2012 هم الگوریتم های زیادی به وجود اومد که تمام اونها رو توی بخشی که راجع به الگوریتم هست
براتون توضیح خواهم داد و باهاشون کاملا آشنا میشید. خب تا جلسه آینده شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.